وقتتون بخیر. من چند روز پیش یه عکس از این سگ گربه خودم گذاشتم تو هر کسی میگفت چی بوده مثلا عکس ها صحبت میگن. ببینین بزرگترین دشمنی که از ابد به خلقت بود تا الان میگن سگ و گربه. 3 ماه من روی این سگ گربه کار کردم تا اینکه اینها ببینید چه در صلح چه در دوستی زیبا بغل هم میخوابن شبا. خب بیا قربونت برم با همن. ولی خیلی خانواده ها رو میبینیم اصلا نه صلح رو میشناسن نه دوستی رو میشناسن و کینه و نفرت جایگزین. حیف اون دلای قشنگتون نیست، عوضی که عشق بکارین بیان کینه و نفرت رو جایگزین کنین. و جالب اینه خودتونم آرامش ندارین. ببینید الان ببینید اینا چه عادت کردن به من. بیا بابا بیا اینجا دختر. ببینید اینو بغل هم میخوابن. من پرشب سرد بود اینو بردمش داخل پیش خودم تا صبح این گربه تیکه پاره کرد خودشو که چرا تنها شده. بودو بابا برو بالا بابا برو قربونش برم. برو بالا برو بالا. میبینین من نمیدونم چی بگم. برای همینه که من تو خیلی کلیپام گفتم حیوانم آرزوست. واقعا که حیوانم آرزوست.